یه بارم شما برید ببینید وضعیت چطوره. سرورم، تو اینجا چی کار میکنی؟ سرورم، نمیتونستم تنهاتون بذارم و برم. تو چرا هیچ وقت به حرف من گوش نمی کنی؟ میگم بیا نمیای، میگم برو نمیری. مگه از مرگ نمیترسی؟ نمیترسم، پیش شما از هیچی نمیترسم. نمیدونم باید با تو چی کار کنم. اینقدر زن عجیبی هستی که به محض اینکه صدامو بلند کنم چشات پر از اشک میشه، لبات میلرزه. اما الان از اینکه با من به کام مرگ بری نمیترسی. برای من از دست دادن کسایی که دوستشون دارم از مرگم بدتره. اصلا نمیدونم الان چرا از مرگ حرف میزنیم. به نظر من شما برای این موضوع هم یه راهی پیدا میکنید. پیدا کردم. تو ناراحت نباش. اسما بیرون چی کار میکنی؟ خطرناکه مگه نمیدونی؟ اومدم تو رو منصرف کنم، خدا رو شکر که رسیدم. من دیگه نمیتونم منتظر شم اسما. نکن نامیک، نرو. از این ناراحت بودم که قبل از مرگم دیگه نمیتونم بگم. الان آخرین آرزومم برآورده شد. دیگه با خیال راحت میتونم برم خودم رو تحویل بدم. نه لطفا اینجوری حرف نزن. چی کار کنم که نری ها؟ بگو، هر کاری بگی میکنم. اگه منو ببخشی برام کافیه. تو زندگیم یه بار اشتباه کردم. با اینکه دوست داشتم اجازه دادم از من بگیرنت. اگه الان بود، اگه میدونستم زمانو به عقب برگردونم، کار دیگه ای انجام میدادم. ولی الان خیلی دیره. واسه همین اگه منو ببخشی با چشم باز از دنیا میرم اسما. نامیک لطفا اینجوری حرف نزن. میبخشمت ولی نمیتونی بری. میبخشمت ولی نمیتونی بری. چاره دیگه ای نیست. دارن میان. هیچ معلوم هست تو چی داری میگی؟ رفتیم نگاه کردیم یعنی چرا ندیدیم؟ ببینید اگه به قصد نزدیک شیم هممون نابود میشیم. نگهبان، گناهش هم پای توه. یکی میگه هست یکی میگه نیست. کدومتون راست میگه؟ جبری کالفا، ما رفتیم نگاه کردیم هیچ اثری از ینیچری نیست. معلومه چه قایم من شده. به پادشاه یه قول دادم، این کاروان باید به قصد برسه. من دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم. الان باید چی کار کنیم؟ من جوان مرد رو ضمانت میکنم. اون بارها شده که جون منو نجات داده. میدونم که خائن نیست. اون هرچی بگه من همون کارو میکنم. نگهبان، شمشیرتو بیار پایین. کسی که خواهرمو نجات داده نمیتونه خائن باشه. نگهبان، به نام پدرم شمشیرتو بیار پایین. آره، بیار پایین. پس نمی
پشت سرمون آتیش، جلومون یه نیچری. چی کار باید بکنیم؟ کجا باید بریم؟ موندیم وسط جنگل. سرورم، ما حاضریم. کجا؟ میریم سمت میدان. خودم با ینیچری روبرو. نمیشه، این امکان نداره. این یعنی مستقیم به سمت مرگ رفتن. اجازه نمیدم برید. سرورم، لطفا این کارو نکنید. شما رو میکشن. بس دیگه گریه نکن. دلم نمیخواد تو رو پشت سرم گریه کنم بذارم. تو هم اگه من یکم شناخته باشی میدونی ممکن است جور دیگه ای رفتار کنم. اینجا مثل ترسو قایم شدن و نشستن شایسته من نیست. ببین شهر داره میسوزه. قبل از اینکه همه شهر بسوزه مردم بیشتر از این خسارت ببینن من باید این وضعیت رو تمومش کنم. کاری که باید انجام بشه مشخصه. سرورم داره بارون میباره. داره شاید بارون میباره. رحمت میباره، رحمت! این بارون نه آتیشی میشاره نه دودی. حالا معلوم شد کجا باید بریم. مستقیم به سمت قصر میریم. داره بارون میباره. داره بارون میباره. این یه معجزه است. یه معجزه. این بارون همه جا رو خاموش میکنه. اسما چیزی که میخواستی شد. ببین جای نمیاد. دیگه ینیچری چیزی نداره که پادشاه و تحت تاثیر بزنه. همین تو خوشحال نشدی؟ تو زنده میمونی. این مهمه. خوشحال شدم که نفهمیدم دارم چی کنم. نگران نباش. من به این رفتاری تو عادت دارم. موقع رفتنتون یه لحظه مردم و زنده شدم. برای اینکه به شهر و مردمتون آسیبی نرسه کم مونده بود به سمت بس دیگه همه چی تموم شد. از طرف این من از این جای من هر کسی دیگه هم بودم. نه این کارو نمی‌کرد. باشه من ساکت شدم هیچی نمیگم. خدا میدونه بچه ها و اهالی حرم سرا چقدر خوشحال شدن. اونا هم فوراً برمیگردن مگه نه؟ البته که بارون آتیشان رو خاموش میکنه. همه چی داره رو به راه میشه. این یعنی زندگی. البته بارون همه چی رو خاموش میکنه. ولی برای خاموش کردن آتیشی که توی دل است نام کاشلا
پاشا نامیک پاشا رو دیدی؟ دیدم آقا موسی. سوار اسب شد از قصر رفت بیرون. منم نفهمیدم. تو چی کار کردی پاشا؟ باید برگردم قصر. اگه نمیخواستم یه عمر تو چشات نگاه کنم اسما. منم باید برگردم. میخوام دیگه از من فرار نکنی. این نامیک پاشا نیست؟ خودشه. چقدر جامالش داشتی. دیگه نشیدی اسما هیچ بیخودی مقاومت نکن نامیک پاشا. دیگه تو چنگه بوری. شماها دارید چی کار میکنید؟ من اسما سلطانم. حد خودتون رو نگه دارید. امر میکنم به راهتون ادامه بدین فوراً. سلطانم احتراممون به شما بی حد و حصره، ولی این موضوع ربطی به شما نداره. لطفا به راهتون ادامه بدید. شما این که باید به راهتون ادامه بدید وگرنه مجازات میشید. بسته دیگه زن. حرف گوش کن برو کنار. دستای کسی به دست روی سلطان بردار. بیاید هر جا میخواید منو ببرید، فقط به اسم سلطان کاری نداشته باشید. نامیک حالا ما صحبت میکنم و جلسه رو ترتیب میدم. عالیه. سرورم غیر موسی چی نامیک شده؟ پاشا سوار اسبش شده و رفته. لعنتی. حتما رفته خودشو فدا کنه. موسی فوراً برید دنبالش. تا دیوونگی نکرده اطاعت بیاریدش. می‌شم. خیلی خیس شدن این شرده که مریض نشن. مریض شدیم رفت جفری کالفا. از شروع بارون چند ساعته که میگذره. از اینکه از من دفاع کردی ممنونم. نمیدونستم اینقدر به من اعتماد داری. سری هوا برت نداره. آدم وقتی چاره ای نداره مجبور میشه حتی به تو هم اعتماد کنه. چه کار میشه کرد؟ زبونت اینو میگه، اما اگه نظر منو بخوای قلبت یه چیزی اگه دیگه میخوای میگه. به خودت دلداری بدی باشه ادامه بده. ببینم قلبم چی میگه. آه. هیچ صدایی نیست. صالحه برات یه خبری دارم ولی زیاد خوشت نمیاد. یعنی چی؟ به من باشه این سرباز ینیچری دلتو برده ها. خدا به خیر کنه. چه ربطی داره؟ از کجا در آوردی اینو؟ دیدم داشتین دعوا میکردین. اگه با یکی اینطوری دعوا کنی معلومه که از ته دل یه حسی بهش داری. تو داری چرت و پرت میگی گل فدا. آخه من با یه سرباز بی سرپا چی کار دارم؟ اینطوری میگی ولی هیچ فرصتی هم از دست نمیدی واسه حرف زدن. ای بابا بس کن گل فدان. اگه ادامه بدی دلتو میشکنم و همچین چیزی نیست. آره خب نامیک پاشا نجات پیدا کرد خیالت راحت شد. الانم داری تو مسائل عشقی بقیه سرک میکشی. دروغ ندارم. خیلی خوشحالم. ایشالله همه از ما با پادشاه صحبت کنه. حرف میزنه نگران نباش. اون به قولایی که داده حتما عمل میکنه. آره ما نامیک پاشا رو گرفتیم. خود خائن رو گرفتیم. دست شما. آره ما نامیک پاشا رو گرفتیم. خود خائن رو گرفتیم. از بین ببریدش. میدونستم پیروز میشیم، ولی فکر نمی‌کردم انقدر زود. پادشاهمون حتی یه لحظه هم از من دست بر نداشت. من خودم با پای خودم پیش شما اومدم. غلط کردی! درست مثل اربابمون اونجا آویزون میشی و میمیری. آره باید دارش بزنی. رقشو بزنی جا به دستش. همین! آقا خلید غیر سلطانم. یعنی چری نامیک پاشا رو جلوی چشمای خودم بردن. میخوان بکشنش. زود برو جلوشونو بگیر. زود سلطانم باش. چه کاری از دست من برمیاد؟ یعنی چری حرف گوش نمیکنه، کار خودشو میکنه. الان من بین اونا باشم کسی ببینه درست نیست. سلطانم کجا؟ سری میدون گوشت. سرورم خبرای خوبی در راهه. جناب حق عنایت کردن و بارون داره همه آتیشا رو خاموش میکنه. نگهبانا دارن به قصر برمیگردن. خوبه. ظاهر بفرمایید سرورم.
هنوز از نامیک پاشا و موسی خبری نیست؟ نه متاسفانه سرورم. نگهبانه که دارن میان قصد سریع مجهز بشن تا برن میدون. نباید یه مو از سر اونا کم بشه. چشم سرورم. آره ما پاشا رو گرفتیم. خود خواهی گرفتیم. دست شما بگذیده. آره ما نامیک پاشا رو گرفتیم. خود خواهی رو گرفتیم. از بین ببریدش. اون خواهره. همه چیز. ولی فکر نمی کردم انقدر زود. همه ساکت شد. امروز هیچ کس فراموش نمیکنه. عاقبت هر کس که با یه نچری در بیافته رو همه میبینی. جسدت برای عبرت 7 روز و 7 شب اینجا آویزون میمونه تا یا آخرتو بخون باشه. از هیچ کدومتون ذره ای ترس ندارم. 1000 تا جونم داشته باشم، هر 1000 تاش فدای پادشاه. ببینم وقتی دارت زدم هم همین جوری حرف میزنی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زنابا بکشی. آره ما نامیک پاشا رو گرفتیم. خود خواهی رو گرفتیم. دست شما بگذیده. آره ما نامیک پاشا رو گرفتیم. خود خواهی رو گرفتیم. از بین ببریدش. همه چیز. پاشا رو بل کنین. دیگه خیلی دیره آقا موسی. شما اربابای ما رو دار زدین. ما هم پاشا رو دار میزنیم. قصاص میخوای. چه با صلح چه با جنگ، تا وقتی نامیک پاشا رو نگرفتیم از اینجا تکون نمیخوریم. از بین این همه آدم اگه میتونی بیا بگی. وایسی. گفتم وایسی. این همه ظلم بس نبود؟ کافیه دیگه. دیگه اجازه نمیدم بیشتر از این خون تو این میدون ریخته بشه. اینو باید بدونید. شمشیراتونو بیارین پایین. برای یه بار آخر میگم، یا نامیک پاشا رو با روی خوش میدین یا این میدون رو با خون شما همه شورم. نه به خاطر تو، به خاطر حرف اون میدم پاشاتونو. اما فکر نکنید اینجا تمام شد. زود باشین خانما، عجله کنید. بخچه ها وسایلتون رو بذارین سری برید همون. انبر آقا تو هم به سلطانا رسیدگی کن. خدا رو شکر که برگشتیم. فکرم مونده بود پیش شما. جبری کالفا، حالت خوبه؟ خدا رو شکر به خیر گذشت. چه اتفاقایی افتاد آنا؟ اگه بدونی نگو تو اون قصرم یه سری منتظر ما بودن. وسط جنگل موندیم میدونی؟ واقعا؟ ولی اصلا نترسیدیم. اگه جنگ میشد شمشیرامونو در میآوردیم. از خواهرام بپرس. آره راست میگه. مادمازل
بابام چطوره؟ خوب عبدالمجید، همه چی رو به راه شد، خدا رو شکر. ولی تو این شلوغی از درسا خیلی عقب افتادیم. بهتره دیگه از امروز درسا رو دوباره ادامه بدیم. اصلا اصرار نکن آنا. بعد از این همه اتفاق حال درس خوندن برام نمونده. تو مکتب میبینم عبدالمجید. شاهزاده بودن چه کار سختیه. وایسا زود وایسا. خدا رو شکر زنده اینا میگه. خب حالا اونور چیزی دیدی پاشا؟ ازش چی که ببینم موسا. هر وقت یه جا گیر میکنم سریع میرسی. ازت سلامت ممنونم. باشی پاشا، سلامت باشی. درست وقتی که داشت میرفت میدون، مثل معجزه خدا بارون شروع کرد به باریدن. از خوشحالی خودم رو گم کردم. یهو بغلش کردم. نه واقعا این کارو کردی؟ بعدش خیلی خجالت کشیدم، ولی شد دیگه، چی کار کنم؟ آنا دیگه باید اعتراف کنی تو عاشق پادشاه شدی. چرا اینطوری میگی؟ از خوشحالی بی خود شدم، همین. آنا اگه یه آدم پیش اون یکی مرگو به جون میخره و میمونه، به این دیگه چی میشه گفت؟ حتی اگه اینطورم باشه چه فرقی میکنه؟ همچین چیزی نمیشه، امکان نداره. چرا؟ یه مردی که یه حرم پر از زن داره به درد من نمیخوره. فقط اینم نیست. یعنی چی؟ نمیشه آیپری. بین من و پادشاه اتفاقی نمیفته، امکان نداره. تو چطور سر خود تصمیم میگیری و میری؟ فکر نمی کنی چی به من میگذره؟ میدونستم منو فدا نمی کنید. واسه همین رفتم. یعنی خودتو به کشتن دادی؟ آره نامیک، من به تو چی بگم؟ به صداقتی که بهم داشتی هیچ وقت شک نکردم، ولی اینکه چشم از همه چی برداری که به سمت مرگ بری، این کار هر کسی نیست. در اصل کار شما جسارت و پهلوانی بود که منو به اونا ندادین. خدا رو شکر که هیچ وقت جز ترسوها نبودیم. حالت که خوبه؟ خدا رو شکر. خب سرورم، الان چی میشه؟ تو حرم سرا همه دارن از قهرمانی تو حرف میزنن معلم. با این حرکت فهمیدیم برای اینکه ازت تعریف کنن هر کاری میکنی. ولی اگه فکر میکنی پادشاه با این چیزا گول میخوره، به شدت اشتباه میکنی. من به تعریف کسی نیاز ندارم. تصمیمم ندارم کسی رو گول بزنم. هرچی قلبم گفت اون انجام دادم. اصلا درست نبود. پادشاه نباید تنها میموند. کاش به عنوان همسرش این تصمیم رو شما میگرفتید خانم. تو یه شاهزاده نداری، در واقع مسئولیتی نداری. برای تربیت پادشاه آینده چه میدونی که چه مسئولیتی دارم؟ من مثل یه تازه به دوران رسیده بدون فکر و بی حساب کتاب نمیتونم کاری انجام بدم. من گول این چهره معصوم تو رو نمیخورم. اینو بدون و مطمئن باشی یه روز چهره واقعی تو فاش میکنم. کشتی‌ها به خاطر طوفان به بندر مدون نزدیک شدن. برای همین ممکنه نقشه‌هاتون نقش براب شده باشه. خدا لعنتشون کنه. انگار همه ی طبیعت دست به یکی کردن که طرف محمود باشن. اول بارون، الانم طوفان. ولی زفیر، بالاخره چرخ به نفع ما میچرخه.
روزای خیلی سختی و پشت سر گذاشتیم، ولی این نه اولی بود و نه آخری. به خاطر همین باید یه فکر اساسی بکنیم. سرورم، اگه اجازه بدین یه عرضی دار. سرورم، این خائنا هرچه سریعتر باید مجازات بشن. کارایی که به دولت شما و ذات شاهانتون و مردمتون روا داشتن مشخصه. نباید این کارشون بی جزا بمونه. منم خوب فکر کردم و برعکسش رو تصمیم گرفتم آقا. تصمیم من اینه: توی نیروی گنیچری هیچ کس مجازات نمیشه. باید جالب باشه. البته ما هم عقب نشینی نمی کنیم. از کارهایی که کردیم یا قرار انجام بدیم صرف نظر نمی کنیم. تصمیم گرفتم یه مجلس مشورت تشکیل بدم. سرورم، وظیفه این مجلس مشورت چیه؟ میشه به همون توضیح بدین؟ این مجلسیه که برای مذاکره در مورد اصلاحاتی که قرار انجام بشه تشکیل میشه. اعضای مجلس فقط علما نیستن، نماینده هایی از ینیچری و حتی اونایی که شورش کردن هم هستن. هر اصلاحاتی مذاکره میشه که این اتفاقات دوباره پیش نیاد. سرورم، تو مجلس همه یقه همدیگه رو میگیرن. مذاکره راجع به اصلاحاته که هیچی، یک کلمه هم نمیتونن حرف بزنن. بهتره بذاریم هر کسی نظر خودش رو بگه. وقتی اینطوری بشه دیگه اینجور مسائل هم پیش نمیاد. نامیک پاشا لحظه آخر از مرگ نجات پیدا کرد. این دفعه نتونستی به هدفت برسی والدم. اسما، به نظر من اول تو تصمیم بگیر چی میخوای. تختو میخوای یا نامیک پاشا رو؟ اگه تختو میخوای این وسط ناراحت شدن رو باید بپذیری. نامیک پاشا رو بخوای خب اونجاست. ازدواج تو فقط به یه جمله بست. اگه بگم جفتشو همزمان میخوام چی میگی؟ تو هم میدونی که جفتش با هم امکان پذیر نیست. مگه نمیبینی نامیک پاشا خودشو تو راه پادشاه فدا کرد؟ چشمات انقدر کور شده از عشق که فکر میکنی به خاطر تو از اون بگذره؟ مواظب حرف زدنت باش والدم. روبرود دیگه اون اسمای سابق نیست. فکر کردی اگه پشت سرم بهم خیانت کنی تاوانشو پس نمیدی؟ حق با توه. هرچی بشه باید به تو بگم. دیگه تکرار نمیشه. اینو نمیتونم بسپارم دست شانس. جمع کن وسایل تو، از اینجا میری. اسما، من هر کاری کردم به خاطر تو بود. تو هیچ وقت به خاطر من کاری نکردی. فقط از من استفاده کردی تا به منافع خودت برسی. ولی دیگه این اتفاق نمیافته. نمیخوام اینجا باشی. نمیتونی این کارو بکنی. تو صبر کن ببین. ریحان کالفا، بفرمایید سلطان. کمک کن والدم وسایلش رو جمع کنه. به قصر قدیمی میره.